آیا میدونستید اختاپوس در واقع روحه؟ نظریه وجود داره که پیشنهاد میکنه اختاپوس ممکنه در واقع یه روح یا یه شبح باشه. این نشون میده که اختاپوس قبل از اتفاقات کارتون باب اسفنجی مرده و تعامل اون با سایر شخصیت‌ها به ویژه باب اسفنجی و پاتریک تجلی زندگی پس از مرگ اونه. توی اینجا 10 مدرک قانع کننده وجود داره که طبیعت طیفی اختاپوس رو روشن میکنه، از حالت ابدی مالیخولویی تا ماهیت سورئال تجربیات اون. هر سرنخ ما رو به کشف حقیقت نزدیکتر میکنه. پس توی این ویدیو با من همراه باشید. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. حالا بریم سراغ ویدیو. شماره 1. بدبختی همیشگی اختاپوس. اختاپوس به طور مداوم به عنوان یک شخصیت عمیقاً ناراضی در طول سریال به تصویر کشیده میشه. اون اغلب در حال ابراز نارضایتی از شغل، همسایگان و زندگی به طور کلی دیده میشه. این حالت همیشگی ناراحتی رو میشه به عنوان بازتابی از وجود اختاپوس به عنوان روح تعبیر کرد. اون که نمیتونه آرامش پیدا کنه یا به زندگی قبلی خودش ادامه بده و در یک حالت نارضایتی ابدی گرفتار میمونه. شماره 2. ظاهر بدون تغییر. یکی از جنبه‌های قابل توجه شخصیت اختاپوس اینه که ظاهر فیزیکی اون در طول سریال ثابت میمونه. برخلاف شخصیت‌های دیگه‌ای که نشونه‌هایی از پیری یا تغییر در ظاهر خودشون نشون میدن، اختاپوس طراحی آشنای خودش رو از ابتدای کارتون تا به امروز حفظ کرده. این عدم تغییر فیزیکی میتونه نشون دهنده ماهیت شبحوار اون باشه، چون ارواح اغلب به صورت ثابت به تصویر کشیده میشن و هیچ تغییر ظاهری نمیکنن. شماره 3. رشد شخصیت محدود. در حالی که شخصیت‌های دیگه در باب اسفنجی رشد شخصی میکنن، از تجربیاتشون درس میگیرن و در طول زمان تکامل پیدا میکنن. شخصیت اختاپوس نسبتاً راکت باقی میمونه. اون همچنان همون ویژگی‌های شخصیتی، رفتارها و نگاه به زندگی رو در طول سریال نشون میده. این عدم توسعه قابل توجه شخصیت رو میشه به وضعیت اون به عنوان یک روح نسبت داد، جایی که رشد و تحول شخصی یا متوقف شده یا غیر ضروریه. شماره 4. حوادث ماورالطبیعی. در طول کارتون اختاپوس اغلب خودش رو در موقعیت‌های عجیب و غریب و ماورالطبیعی میبینه. اون با موجودات افسانه‌ای روبرو میشه، حوادث غیر ممکن رو تجربه میکنه و شاهد پدیده‌های عجیب و غریبه. این موارد از مرزهای جهان طبیعی فراتر میره و حاکی از انحراف از قوانین و منطق زندگی. حامیان این نظریه استدلال میکنن که این اتفاقات تجلیات وجود پس از زندگی اختاپوسه، جایی که اون با قلمرو ماورالطبیعی در تعامله. شماره 5. ارتباط با دیگران. تعاملات اختاپوس با دیگر شخصیت‌های فیلم، بیکینی باتم، به ویژه با اسفنجی و پاتریک، اغلب با ناامیدی، عصبانیت و احساس قطع ارتباط مشخص میشه. در حالی که با اسفنجی و پاتریک با معصومیت و اشتیاق کودکانه به زندگی نگاه میکنن، پاسخ اختاپوس اغلب آزاردهنده و بدبینانه است. این قطع ارتباط رو میشه در نتیجه طبیعت شبح‌آلود اون دید، جایی که اون قادر به برقراری ارتباط کامل یا برقراری ارتباط با دنیای زنده نیست. تعاملات اون با دیگران ممکنه به دلیل حالت طیفی اون محدود یا تیره باشه. شماره 6. تکرار روال. کارهای روزمره اختاپوس اغلب یکنواخت و تکراری به نظر میرسه. اون از خواب بیدار میشه، برای کار در کراستی کراب میره، با باب اسفنجی و پاتریک ارتباط برقرار میکنه و به خونه خودش برمیگرده. این تکرار و عدم پیشروی حاکی از حس به دام افتادن یا گرفتار شدن در یک حلقه است که با ایده وجود اختاپوس در حالت شبح‌آلود مطابقت داره. این نشون میده که اون بارها و بارها همون الگوها رو تکرار میکنه، نمیتونه به جلو حرکت کنه یا تغییر معنادار پیدا کنه. شماره 7. ناتوانی در ترک بیکینی باتم. تلاش‌های اختاپوس برای فرار از بیکینی باتم یا جستجوی یک زندگی رضایت بخشتر در خارج از شهر پیوسته با شکست مواجه میشن. علیرغم آرزوهاش برای وجود فرهیخته و پیچیده، اون همچنان در شهر زیرآب گرفتار افتاده و قادر به رفتن به قلمروی بعدی یا یافتن آرامش فراتر از وجود شبح مثلش نیست.
این ناتوانی در ترک ممکنه نمادی از محدودهای روح بودن باشه که مکان یا قلمرو خاصی گره خورده. شماره 8 عدم آگاهی. اختاپوس به ندرت پوچ بودن موقعیتایی که در اون قرار میگیره رو تصدیق میکنه. حتی زمانی که با رویدادها یا تعاملات خارق‌العاده روبرو میشه، اغلب نگرش مرده یا بی‌تفاوتی رو حفظ میکنه و ظاهراً تحت تاثیر رویدادهای سورئال اطرافش قرار نمیگیره. این عدم آگاهی رو میشه به ماهیت شبح آلوده اون نسبت داد، چون اون در سطح دیگه‌ای از هستی وجود داره و ممکنه پیچیدگی‌های دنیای زنده رو به طور کامل درک نکنه. شماره 9 تعاملات نامشهود. تعاملات فیزیکی اختاپوس با اشیا یا شخصیت‌های دیگه گاهی غیرعادی یا اسیری به نظر میرسه. به عنوان مثال اون میتونه از میان اجسام جامد عبور کنه یا بدون زحمت به گونه‌ای حرکت کنه که قوانین فیزیک رو به چالش بکشه. این موارد نشون میده که اختاپوس ممکنه به طور کامل در دنیای مادی حضور نداشته باشه و این ایده رو تقویت میکنه که اون به عنوان یک روح وجود داره. فعل و انفعالات ناملموس اون بیشتر از نظریه ماهیت طیفی اون حمایت میکنه. شماره 10 تصویر نمادین مرگ. در طول نمایش باب اسفنجی اغلب از نمادگرایی و استعاره برای کشف مضامین عمیق‌تر استفاده میکنه. شخصیت اختاپوس رو میشه به عنوان نمایشی از مبارزات و احساسات مرتبط با مرگ در نظر گرفت. آرزوهای برآورده نشده اون، انزوا و اشتیاق به صلح ممکنه آینه تجربات افراد باشه که با پایان زندگی روبرو باشن. به تصویر کشیدن شخصیت اختاپوس رو میشه به عنوان کاوشی استعاری از مرگ و مفاهیم وجودی اون تعبیر کرد. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا تماشا کردید. اگر از ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید، صفحه ما رو سابسکرایب کنید و برای از دست ندادن ویدیوهای بیشتر حتما زنگوله رو بزنید. تا ویدیوهای بعدی روز و شب خوبی داشته باشید.